آخرین امور وزارت تندرستی تاجیکستان که شام 31 ایول نشر شد، در یک شبانه روز آخر در جمهوری 78 حالت نوی سرایت ساکنان به کرونا ویروس نوع کووید 19 ثبت شده است. در این مدت 86 نفر از کرونا ویروس شفا یافته. خوشبختانه یگان حالت فوت از این ویروس ثبت نشده است. بر اساس امور رسمی وزارت اینک 2 روز باز در تاجیکستان تناسب بین سرایت شدگان و شفا یافتگان تمایل مثبت کسب کرده است و شماره شفا یافتگان از حالتهای نوی سرایت به کرونا ویروس بیشتر است. طبق امور رسمی اولو در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان در عموم 405 نفر به کرونا ویروس سرایت شده تحت تبابت قرار دارند. وزارت قبلا گفته بود که به حساب آنها هر نفر پنجم در تاجیکستان این بیماری را در شکل وزنی میگذراند. در مجموع از اول پاندمی تا شام 31 ایول در تاجیکستان 15082 نفر گرفتار کرونا ویروس شده. از این شماره تا پایان ماه ایول 14556 نفر یا 96.5% از جمع سرایت شدگان شفا یافتند و متاسفانه 121 نفر فوتیدند. وزارت تندرستی تنها در ماه ایول از کرونا ویروس فوتیدن 31 نفر را تصدیق کرد. ایول به این ترتیب پرقربانی ترین ماه از لحاظ مرگ و میر ساکنان از کرونا ویروس از زمان شروع پاندمی در تاجیکستان شد.